زباله احکام. وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ همزمان با 5 به علاوه 1. بله. بسم الشیطان الرجیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان بینندگان برنامه زباله احکام. سوالهای بسیار زیادی داریم، سوالهای پیامکی، سوالهای ضبط شده تلفنی شما و تعدادی هم نامه که از شما به دست ما رسیده است. برنامه را شروع میکنیم با صدای که از بینندگان و سوالی که مطرح کردن. حاج آقا ما جبهه رفته و سیلی خورده ایم، الان پاک قات زدیم، میخوان آقا را چیز خور کنن. میگن اینا که میرن واسه مذاکره خودشون نایب یکی دیگن. حسابی ما که به شرشر افتادیم، نمیدونیم چه خاکی تو سرمون کنیم. مگه آخه هر کسی میتونه نایب بشه؟ خداوند انشاءالله کمک کنه شما را و شفا بدهد همه بیماران را. اما در مورد مذاکره و نایب، بله، خب در نیابت شرایطی وجود داره، یعنی شخصی که میخواد نائب بشود، اینو توجه داشته باشید. کسانی که میخوان به نیابت از دیگری برن مذاکره کنن، حواسشون جمع باشد، ببینن شرایط دارن یا ندارن. شرط اول برای نیابت و شرط مهم 7 خط بودنه که شکر خدا در نظام ما کم نیست. حالا همه شرایط من ذکر نمی کنم چون خیلیاش تحصیل حاصله، به قول معروف خیلی نیاز نیست که وقت شما رو بگیرم. یکی از شرایط اساسی این است کسی که نایب میشه برای مذاکره باید یک آشنای به معامله و زد و بند باشد. دوم اینکه توانایی داشته باشد که خودش اعمال را به جا بیاره. یعنی یه جوری نباشه که از همین الان معلومه که این نمیتونه بره حتی عکس بگیره و باید نشسته عکس بندازه، یا باید خودش اونجا باید بره نایب بگیره. این نمیتونه نایب کسی بشه اونجا. یا از الان معلومه که این اونجا ویلچری میشه، یعنی باید بره ویلچر بگیره براش مذاکره به جا بیارن. اون کارهایی که باید مباشرتاً خودش به جا بیاره مثل زهرخوری، خب این نمیتونه نایب باشه. چرا؟ چون که به قول معروف کوسه و ریش پن. آخه نمیشه که یکی بفرستن واسه دلا و راست شدن جلو طرف حسابا و اون وقت اونجا بره بگه کمرم تیر میکشه و نمیدونم خلاصه درازکش بشه. و بله، این 2 شرط اصلی و اساسی است. یک، آشنایی با معامله و زد و بند. 2، اینکه بتونه سفارشات رو به جا بیاره و معذور از به جا آوردن اعمال بالمباشره، یعنی به نیابه نه. یعنی اینطور نشه که اکبر نوکری داشت، نوکرش توتلی داشت و به قول معروف یه ظریفی رو برای تمام کردن کار عظما روانه کرد و حالا ای که خودش بعد بخواد بره نایب بگیره در اعمال نه. یعنی دیگه این خیلی ضایعه که اینم رفته اونجا خودش نایب الاغچیش انداخته جلو. بله، مسئله دیگه این است که در نیابت مماثلت شرط نیست. یعنی حتما لازم نیست نایب مرد باشد، میتونه نامردم باشه، اشکال نداره. حتما لازم نیست که نایب در ژنو هم جنس منومنعن باشد. مماثلت به اصطلاح میگن شرط نیست. خب یه سوال دیگه هم بخونیم بعد سوال بشنویم. باسم جوشاندن کشمش چه حکمی دارد؟ بله، این سوال خیلی خوبیه. وقتی که تو بالای نظام بحث نایب و جام زهر میشه، خب معلومه دیگه این پایین بحث شرشر و جوشاندن کشمش میشه. اکثر مراجع معظم تقلید فتواشون این است که اشکالی نداره، این غیر از انگور هست و آب انگور. بله، آب انگور یا خود انگور اگر بجوشونند یا خود به خود غلیان پیدا کند و به جوش بیاید حرام است، هرچند که نوشیدن آن با حال هم هست و حکم صفاسیتی بندر برش باره. اما کشمش اون حکم رو نداره. اکثر مراجع معظم تقلید نظرشون این است که بله این حلال است و مشکلی نداره. بعضی هم احتیاط کردن. البته مقام معظم رهبری در کتاب شریف اجوبة الاستفتاءات در پاسخ این 2 سوالات تعبیرشون این است که دود و توپلی احوط است بر جوشانده کشمش و شنگولیجات و بله. فرصتمان تمام شد. شما را به خدای بزرگ میسپاریم. موفق باشید و السلام علیکم و بله.